سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 13 ینور تقدیم میکنیم. بر اساس طرح ایلاوه ها به قانون اساسی، سن نامزد به مقام پرزیدنتی تاجیکستان تا 30 سالگی پایین آورده می شود. حالا تنها شهروندان 35 ساله و از این سن بالا حق پیشبری نامزدی خود را به کرسی پرزیدنتی دارند. در صورت تصویب شدن این قانون از جانب پارلمان و پرزیدنت امامعلی رحمان، پسر رهبری کشور رستم امامعلی حق پیدا میکند در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزد شود. همچنین پیشوای ملت حق پیدا میکند که نامزدیش را به پرزیدنتی بدون محدودیت پیشبری کند. طبق تغییرات نو به ماده 28 سرقانون در تاجیکستان فعالیت حزب مذهبی سیاسی ناممکن می شود. این بند در گذشته به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حق فعالیت میداد. محمد علی وطنов وکیل مجلس نمایندگان گفت طرح اصلاحات به قانون اساسی را 16 عضو مجلس ملی و 27 عضو مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند. این طرح تغییر ایلاوه ها به سرقانون تنها بعد بررسی های 3 ماهه و در پی رایپرسی قبول می شود. پارلمان تاجیکستان نکاح‌های خویش‌وتباری را در کشور منع کرد. تغییرات و ایلاوه‌هایی که روز 13 ینور به کودکس عائله وارد شد، معاینه پیش از عروسی طبی را برای نوخانه‌داران حتمی می‌کند و بر اساس آن در صورت ثابت شدن قرابت خونی جوان‌ها ازدواج آنها راه داده نمی‌شود. در صورت از جانب مجلس ملی و هم پرزیدنت تصویب شدن این تغییرات، شروع از ماه ایول سال جاری طلبات مذکور حکم قانون را می‌گیرد. آمار رسمی همساله در کشورمان 2,500 کودکان معیوب به قید گرفته شده. به حالت 1 ینور سال 2016 شماره‌های کودکان معیوب به 25,328 نفر یا 0.8% عمومی کودکان سنی تا 18 ساله را تشکیل می‌دهد. وزارت بهداشت حساب کرده است که هر طفل سیوم معیوب از والدان همخون به دنیا آمده است. مجلس ایران روز سه‌شنبه طرح موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دوشنبه و تهران را به تصویب رساند. سفارت ایران در دوشنبه بر رادیوی آزادی خبر داد که طرح مذکور با اکثر کل آرای وکیلان به تصویب رسیده است. جزئیات بیشتری این موافقتنامه معلوم نیست و مسئولان سفارت وعده دادند که بزودی نکته‌های مهمش را شرح خواهند داد، اما بعضی از رسانه‌های ایران تا کنون در این زمینه چند خبر نشر کرده و چنین گشت تهران را پاسخ به ایران ستیزی های تاجیکستان نامیدند. دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس وحدت اسلامی در تهران و ملاقات محیدین کبیری با رهبری عالی ایران در حاشیه نشست ماه دکبر باعث اعتراض شدید حکومت تاجیکستان شد. مقامات تاجیکستان میگویند شهرک ادرسمان واقع در 80 کیلومتری شمال خوجند به احیای یگانه کارخانه بزرگ شهرک امکان ناپذیر است. مطلوب ستاریان رئیس شهر قیراقم روز 12 ینور در یک نشست خبری گفت حالا مقامات و مالکان ادرسمان برای دوباره فعال کردن کارخانه سرمایه گذار می جویند. حالا هم کدام سرمایه گذاری که هم به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت هم به شهر قیراقم جای دیگه اول مسئله که پیشنهاد میکنیم از نو به کار انداختن همین کارگاه ادرسمان است. کارخانه معدن ادرسمان که در زمان شوروی تأسیس شد و خاکه سرب و نقره استحصال میکرد، شهرک را با حدود 10,000 اهالی به وجود آورده بود. سال 2012 کار ادرسمان به سبب پایین رفتن قیمت نقره در بازار جهانی قطع شد. مسئولان تلویزیون سفینه میگویند که پخش برنامه بحث برانگیز ملکه خوشخرام آرزو ایسایف، یک خبرنگار شناخته تاجیکستان، بعد ایراد بینندگان قطع شد. هدف از این برنامه که پخش آن 2 ماه پیش شروع شد، ترغیب رقصی تاجیکی بوده است. ما فکر کردیم که شاید با بیننده ما و همکاران ما این برنامه مقبول نیست و وقتی که نسبت این برنامه سر و صدا زیاد میشد، حالا که مردم عادی خیلی زیاد به ما زنگ میزنند، خیلی زیاد از ما خواهش میکنند که این برنامه چرا پخش نمیشود و ما راستی تا امروز به یگان نفری آنها نگفتیم که ما این برنامه رو بستیم. اما برخی از بینندگان برنامه ملکه خوشخرام آرزوی سایف را یک نوع ترغیب بی‌آدابی در شبکه دولتی عنوان کردند و گفتند که به جای حکمانی مرد باید رقاصه‌های معروف و کسبی و دانندگان هنر جلب شود. برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، صحیفه آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.